سه چیزی است که در هر خاندان داخل شود خیر و برکت را از بین میبرد. در حلیة الاولیا آمده است که یحیی بن کثیر رحمه الله میفرماید سه چیزی است که در هر خاندان به وجود آید خیر و برکت را از خاندان میبرد. یکی اسرافکاری، دیگر زیناکاری، سومی خیانت. این را کسانی درک میکنند و میفهمند که کیها باز خیر و برکت از خاندانشان رفته است. خیر و برکت در خاندان آرزوی هر فرد مسلمان است. لطفاً به سبب گناهان خود را از خیر و برکت محروم نسازید. اگر نصیحت کردن نمیتوانید، لااقل به سوی نصیحت راهنمایی کنید. لایک ماندن شما سبب می شود که این گونه نوارهای اسلامی به دیگران برسد و برای شما هم اجر و پاداش نصیب شود. زیرا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر کسی به کار خوب راهنمایی کند برایش از جانب خداوند مثل اجر و پاداش انجام دهنده آن است. پس در نشر خوبی ها سهم گذار باشید.